درباره ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او که پندنامه بی‌نظیر، اخلاقنامه و دستور آموزنده خلق و اطوار حسنه، خصلت و خصوصیت نیک انسانی است، صدها قصه و داستان، حکایه، روایت و فیلم خاصه تهیه شده است. همچون ادامه دهنده کار و پیکار گذشتگان ملت تاجیک در کشور به خاطر بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه‌اش شعر و سرودهای پرمضمون ایجاد شده، همایش و کنفرانس‌های زیادی سطح جمهوریوی، منطقوی و بین المللی تشکیل و برگزار کرده می شود. با ابتکار رهبریت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و سهم کافدرای نظر تاریخ ادبیات فاکولته فیلولوژی تاجیک در موضوع جایگاه فردوسی و شاهنامه او در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس کنفرانسی بین المللی علمی عملی برگزار شد. تاکید رفت که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 5 دکبر سال 2023 در سیمپوزیوم بین المللی به افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفوروف دستور دادند که به خاطر آگاهی هرچی بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادانمان شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی نشر و به تمام خاندان مملکت دسترس کرده شود. این اقدام بزرگ در سمت بلند گردیدن معرفت ساکنان کشور و باز هم بلند برداشتن حس وطندوستی و وطنپرستی همه قشرهای جامعه علل خصوص جوانان مساعدت می‌نماید. شناخت فردوسی، مقام فردوسی، جایگاه او در ادبیات هم فارسی تاجیکی و ادبیات عالم یکی از عملهای خیلی خوب و ذی قیمت علمی است که امروز در جمهوری ما تا این زمان در اکثریت دانشگاه‌های عالی کشور، در پژوهشگاه‌های علمی مربوط به اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان برگزار گردیدند که شایسته واقعا قدردانی و احترام و سزاوار سخن‌های نیک هستند. البته شاهنامه فردوسی این شاه اثر ادبیات ما نه تنها مربوط ما فارسی زبانان بلکه مربوط تمام عالمیان است که در این شاه اثر تمام مسئله های حیات انسانی از جمله وطنداری، ملت دوستی، زبان دوستی، قهرمانی، دلیری، شجاعت، جوانمردی، خیانت، خشونت، جنگ، نبرد، رزم، بزم و دیگر مسئله های گوناگون مختلف حیات انسانی در این شاه اثر همگی فرا هم آمدند. در ادامه همایش برابر عالمان و محققان، کارشناسان و آموزگاران از یک قطار مؤسسه‌های عالی کشور، همچنین مهمانان از خارج جمهوری نیز شرکت ورزیده دایر به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و نقش این اثر بی‌زوال در تربیت حسی و تندوسی مردم در طول تاریخ با خوشنودی یادآور شدند. حفظ پند و اندرس‌های فردوسی برای آرامش و آسایش، وحدت و یگانگی و پایدار گردیدن پایه‌های صلح و ثبات در کشور از جانب هر یک برآمدکننده مهم ارزیابی شد. الهام علیزاده، بحرالدین باباکلان، خبر.